بسیار ممنون. مرسی، متشکر. خب فقط دلاور تا 2 دقیقه دیگه یا 3 دقیقه دیگه اجازه ورود بده دیگه. 3 دقیقه بعد اگه کسی اومد دیگه اجازه ورود نده. مرسی. خب خیلی خیلی خوشحالم که میبینمتون خانم ها و آقایان به جلسه اول هفته. قبلا همیشه جلساتمون از یک شنبه شروع میشد، الان جلساتمون از دوشنبه شروع میشه و در دوشنبه هم خاتمه پیدا میکنه. همونطور که میدونین از ابتدای این ماه جلسات ما تغییر کرد به یک روز در هفته و شد دوشنبه ها و در موردش صحبت کردیم که چرا این اتفاق افتاد و بنابراین دیگه نیازی نیست راجبش صحبت کنیم. من اول در ابتدای کلام یک تبریک بگم. یک آیدی داشتیم به اسم رها. خیلی خیلی تبریک میگم بهت. کسی که نام خودشو پیدا کرده، کسی که تونسته با توجه به کدهایی که بهش دادم نام خودشو پیدا بکنه و بتونه اونو زندگی بکنه. خیلی خیلی بهت تبریک میگم. ممنون ازت، متشکرم. امیدوارم به هر حال همین که اسم واقعی تو پیدا کردی و دیگه از الان زندگیت به بعد همونطوری زندگی میکنی که بر پایه نامت هست و خصوصیت‌های اخلاقی. من یه توضیح بدم. ما یکی دو تا مهمون جدید داریم، خوش آمد میگم بهشون و اول توضیح بدم بهتون که ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم. خب ابتدای کلاس بود، من باید تبریک میگفتم نام رها رو. حالا بهتون توضیح میدم که هر کدوم از ما در زمین موقعی که وارد میشیم یک نام برای ما به وجود اومده و داشتیم. من اسمشو گذاشتم نام ازلی. از روز ازل با اون بخش و با اون اتفاق و با اون اسم از خودت وارد زمین میشی. بنابراین چون هر کدوم از ما یک رسالتی در زمین داریم و یک اهدافی داریم که باید به اون اهداف برسیم، باید با توجه به رسالتمون و ناخودآگاهمون و خصوصیت اخلاقی که داریم و در ذات و سرشتمون برسیم به اون نامی که نام اصلی خودمونه. و چطور به این نام ازلی میرسیم؟ با توجه به نشانه هایی که از محیط پیرامونمون میگیریم میتونیم نام اصلی خودمون رو پیدا بکنیم، چون همونطور که میدونیم نام های ما دارای یک ارتعاش هستن و همه موجودیت عالم بر پایه ارتعاشه. بنابراین خیلی مهمه که تو بدونی چه ارتعاشی داره برات فرستاده میشه با صدا زدن اسمت. خیلی از عزیزانی که اینجا هستن و اومدن یکی از دغدغه‌هاشونه و به نام‌های ازلی خودشون میرسن و از اون موقع به بعد دیگه اونو زندگی میکنن و میگن چقدر خود منه این اسمه. چون خیلی از ماها اسمای واقعیمون اونایی نیست که برای ما گذاشتن. خب به هر حال به خاطر یک اتفاق یک نامی رو برای ما انتخاب کردن و دیگه تا آخر عمر همون صدامون میکنن، در صورتی که ممکنه نام ازلیمون و نام اصلی ما که با توجه به رسالتمون و خصوصیات ماست نباشه. این در مورد نام. و برسیم به درس امروزمون که درس خیلی مهمیه. از اونجایی که من یه نکته رو بهتون بگم و در موردش صحبت کنیم. از آنجایی که ما قومی هستیم که متاسفانه یا خوشبختانه از امکاناتمون بلد نیستیم درست استفاده کنیم یا در جای درستش استفاده بکنیم، امکانات رو از دست میدیم. عزیزانی که تازه وارد کلاس شدن، نکاتی رو که من میگم و جمله‌هایی که میگم رو کمی بهش فکر کنید، ببرید در جامعه، ببرید در بین دوستاتون، ببرید در روابطتون، ببینید این جمله ها چقدر در زندگیتون داره کار میکنه. من آروم و آهسته صحبت میکنم برای اینکه از این به بعد سبک آموزش من اینطوریه که باید این بره در ذهنمون و تمرینش کنیم و بماند. رها این هفته به من یه حرفی زد، گفتش که استاد من تازه میفهمم موقعی که میگفتی مایند بیلدینگ یعنی 3 روز در هفته تو باید روی ذهنت 1 ساعت بیای کار کنی، همونطور که میری فیتنس، همونطور که میری بادی بیلدینگ، همونطور که میری کلاس های بدنسازی 3 روز در هفته باید بری تا نتیجهشو بگیری. برای ساختن ذهنت هم باید 3 روز در هفته بری کلاس، باید تایم بذاری، وگرنه با 1 روز در هفته چیزی در زندگی ما تغییر نمیکنه. گرچه 3 شب در هفته 3 تا 2 ساعت من صحبت میکردم
کلی نکات درسی رو گفتم و در نهایت یادشون نگرفتیم. بنابراین یک شب در هفته کلاس میذارم، اما آروم صحبت میکنیم در موردش. روی همون درس مکس میکنیم. درسایی هم که میدم از این به بعد چون یک شب در هفته است و حدوداً 45 دقیقه است، خیلی خیلی با دقت بهش گوش بدیم. سعی میکنم درس‌ها رو خیلی سنجیده و برگزیده بذارم که به درد زندگیمون بخوره. داشتم در مورد این جمله میگفتم که ما ایرانی‌ها افرادی هستیم که چون امکاناتی که بهمون میدن رو قدر نمیدونیم، امکاناتی که بهمون میدن رو شکرگزارش نیستیم، امکاناتی که در اختیارمون قرار میدن رو ازش استفاده درست نمی کنیم، چه بسا از همون امکانات استفاده سوء میکنیم. ادراک برتر چیکار میکنه؟ اتفاق محیط پیرامونمون چیکار میکنه؟ دولت ها چیکار میکنن؟ افراد چیکار میکنن؟ اون امکانات رو از ما میگیرن. درسته؟ معمولا در جامعه ما این اتفاق افتاده و باز هم خواهد افتاد. ربطی هم به هیچ نهادی نداره، ارتباط مستقیم به خود مردم داره. خود ما مردم بلد نیستیم از امکاناتمون استفاده کنیم، برای همین از دستش میدیم. درسی که قبلا داده بودم، اینا درسای مهمیه که دارم میدم. برو لایق به دست آوردن امکانات شو اول. ما اول باید لایق به دست آوردن امکانات و نعمت‌ها باشیم تا بعد بتونیم ازش رو استفاده درست بکنیم. ما چون یادمون ندادن و یادش نمیگیریم، 2 تا عامل رو یادداشت کن. یادمون ندادن و یادش نمیگیریم. بنا به این 2 دلیل نعمت‌ها و اتفاق‌ها و معجزات زندگیمون رو از دست میدیم. در این کلاس نشستیم که یاد بگیریم جزء بازنده‌ها نباشیم در زندگیامون ها. خب نوشتن برامون که آقا مهمون ما امروز قبل از همه وارد کلاس شده. تازه مهمون کلاسه. هنوز قوانین کلاس رو نمیدونه، اما به احترام قبل از همه وارد کلاس شده. اون وقت 3 ماه من دارم به افراد درس میدم، هنوز میذاره 9:15 میاد. پس تأکید دوباره، ما امکاناتمون رو از دست میدیم عزیزان. جزء بازنده ها نباشیم. شمایی که اینجا نشستین جزء بازنده ها در زندگیتون نباشین. تمرین کن که اگه یه معجزه‌ای برات اتفاق میفته بتونی نگهش داری. خب درس امروزمون برای کیه؟ خیلی درس مهمیه. درس امروزمون مخصوص عاشقاست. دوباره میگم درس امروزمون مخصوص عاشقاست و اشتباهات بسیار بدی که در زندگیشون انجام میدن. این درس رو امروز یادش بگیرین، چون یادش گرفتیم و میخوایم در زندگیمون عملیش کنیم بدون تعارف در زندگیامون. درس امروزمون خیلی قشنگه، از دفتر 4 بخش 11. خب آن یکی افتاد بیهوش و خمید، چون که در بازار عطاران رسید. میگه یه نفر وارد بازار عطاران شد، یه دفعه بیهوش شد، خم شد، اینطوری شد، یعنی جمع شد. میگه خمید. ببین کلمه هایی که استفاده میکنه. میگه خم شد، موچوله شد. میگه چون که در بازار عطاران رسید، بیهوش و خمید، یعنی خم شد، موچوله شد تو خودش. میخواد کلمه ها رو بهتون یاد دادم چقدر مهمه. به این میخواد اوج این اتفاق رو بهت برسونه که یه نفر وارد بازار عطاران شد و در خودش خمید. همچون مردار افتاد او بیخبر، یا افتاد او بیخبر. نیم روز اندر میان رهگذر. نصف روز همینطوری تو بازار عطارا افتاده بود بیهوش و دور خودش اینطوری پیچیده بود و افتاده بود روی زمین. جمع آمد خلق بر وی آن زمان، یعنی ملت بعد نیم روز اومدن بالا سرش که این چیه، چرا اینطوری افتاده رو زمین. یکی یکی آدما میان بالا سرش. جملگان لا حول گو درمان کنان، چون لا حول ولا قوة الا میخوندن دیگه برای مریضا و کسی که بیهوش میشه و اینا رو براشون میگه، اینو براشون همه میخوندن و دنبال یک راه چاره‌ای برای درمان این آدم بودن. آن یکی کف بر دل او میبراند،
وز گلاب آن دیگری بر وی فشاند. یکی میومد حالا معده‌شو اینجوری ماساژ میداد و اینا، یکی دیگه میومد گلاب میزد به دستاش میگرفت جلو دماغ این آدمه. دیدین؟ حتما اینو از قدیما دیدیم، پدر مادرامون و پدر بزرگ مادر بزرگامون که گلاب میمالیدن برای یکی که به هوش بیاد گلاب میزدن به دماغش. پس ببین این ریشه در چقدر تاریخ و چقدر قدمت داره. نکته: او نمیدانست کاندر مرتعه از گلاب آمد ورا آن واقعه. یعنی اینی که گلاب میزد به دستش میگرفت جلو دماغ این آدمه، نمیدونست که این آدم از همون بوی گلاب این شکلی شده. خب آن یکی دستش همی مالید و سر، وان دگر کهگل همی آورد تر. دیدی کاگل چه بوی خوبی هم داره؟ دیدی وقتی میریم ما توی روستاها اینا بیهوش میشیم، حس خوب عشق میکنیم با این بوی کاگل؟ حالا این اومده همون کاگل تر رو دوباره میگیره که بو کنه، این همونطوری بدتر افتاده. آن بخور عود و شکر زد به هم. گفتن آقا اینایی که داریم بهش میزنیم حالشو خوب نکرد، برو عود و شکر بیار. واندگر از پوششش میکرد کم. اون یکی میومد لباساشو در می آورد هوا بخور و هوای تازه بخوره و اینا. واندگر نبزش که تا چون می جهد، واندگر بوی از دهانش می ستد. یعنی یکی نبزش رو می گرفت ببینه که این چه اتفاقی براش افتاده و اینا. تا که می خورده است، یکی اومد دهنش رو بو کرد که ببینه تا که می خورده است و یا بنگ و حشیش، خلق در ماندند اندر بیهوشیش. آقا هر کاری کردن نفهمیدن خلق، یعنی همینطوری موندن که این چرا اینطوری بیهوش افتاده. پس خبر بردند خیشان را شتاب، که فلان افتاده است آنجا خراب. خبر بردن پیش خانوادهش که بیا فامیلتون اینجا افتاده و ما هر کاری میکنیم این خوب نمیشه. کس نمیداند که چون مسروع گشت، یعنی هیچ کس نمیدونه چرا این سر گرفت افتاد زمین. یک برادر داشت آن دباغ زفت. یعنی یه برادر خیلی زبل و زرنگی داشت. گربز و دانا بیامد زود تفت. یعنی مثل گربه خیلی عجله سریع با سرعت و تفت و زبل زرنگ پاشد اومد بالا سرش. نکتهش اینجاست: اندکی سرگین سگ در آستین، خلق را بشکافت و آمد با حنین. گفت من رنجش همی دانم ز چیست، چون سبب دانی دوا کردن جلیست. نکته: همه می اومدن گلاب می زدن به این و عطر خوب و بذار هوای تازه بهش برسه و بذار حس خوب بگیره و بذار حالش خوب شو و کاگل تر بیار و همه اینا خوب نمیشه. میگن برو خانواده‌شو بیار. داداشش تو آستینش سرگین سگ. من یکم راحت صحبت میکنم، یعنی گوه سگ میذاره توی آستینش میاره برای این برادره. روش تدریس من جدیداً این شکلی شده. چرا؟ چون باید عمق مطالب رو خوب درک کنیم. میاره این پهنه و یا این آشغال سگ رو میگیره جلو دهنه یا تو جلو دماغ برادرش و حالش خوب میشه. الان بهتون میگه چرا. چون بدانستی سبب را سهل شد، دانش اسباب دفع جهل شد. گفت با خود هستش اندر مغز و رگ، توی بر توی بوی آن سرگین سگ. تا میان اندر حدث او تا به شب، یعنی میگه از اول صبح تا آخر شب غرق دباغی است او روزی طلب. یعنی داره همش دباغی میکنه. میدونید که دباغ با اینا سر و کار داره برای دباغی کردنش. میگه این از صبح زود خوب گوش بده، درس میخوام بهت بدم، اگه عاشقی درسشو یاد بگیر. روزی میخواد وارد شه؟ اجازه ورود بده بهش.
عجب. میگه این آدم از صبح زود تا علای شب میره با فلان سگ سر و کار داره و در یک همچین فضایی زندگی میکنه. این آدم فقط میگه توی در توی، یعنی لایه به لایه وجودش پر از بوی گوه سگه. تو اومدی داری بهش بوی عطر و عود و شکر و اینا میدی که حالش خوب شه؟ پس چنین گفته است جالینوس مه، آنچه عادت داشت بیمار آنش ده. کز خلاف عادت است آن رنج او، پس دوای رنجش از معتاد جو. میدونی چرا میگم این درس برای عاشقاست؟ کسی که توی در توی در مغزش بیمار روانیه، بیمار کثافته، توی در توی ذهن و وجودش از بچگیش پدر مادری رو دیده که همش به هم خیانت کردن، خانواده‌ای رو دیده که دائم همدیگر رو زدن، داره در کثافت بزرگ میشه. وقتی که این آدمو میاری بهش عشق میدی، وقتی میاریش در جمع عاشق پیشه خودت قرارش میدی، وقتی که در وجود شما عشق میبینه، این حالش بد میشه، چون توی در توی وجودش با سرگین سگ آمیخته است. میری از ژونگولاباد میاریش تو بالا شهر، میبریش تو خونه زندگی خودت، نگاه میکنه اوه اوه تو چه زندگی داری. میبریش تو محل کارت کامران، میبریش تو مغازت، میگه اوه نگاه کن این چه مغازه‌ای داره. میبریش تو خونت، بهترین غذا رو براش میذاری. دوست پسر گرفتی، دوست دختر گرفتی، شریک گرفتی که توی در توی وجودش پر از نجاست و کثافته. هر چی که اینو به خودت نزدیکترش میکنی و بیشتر میبریش در محیط زندگیت، بیشتر بهش عشق میدی، این حالش بدتر و بدتر و بدتر میشه. مولانا یک کلمه میگه و این درسشو بگیرید از امشب، دیدیم در زندگیامون. میاریش در قالب خانواده خودت قرارش میدی، خانواده‌ای که پر از عشقه، خانواده‌ای که به هم حرفای قشنگ میزنن، خانواده‌ای که برای همدیگه از سر تا به پا میدوئن که کمک همدیگه کنن. اون اینا رو در زندگیش ندیده، اون فقط کثافت در زندگیش دیده. میاری که یادش بدی، میاری که عشق بهش بدی، میاری که نوازشش کنی، میاری که بهش بگی ببین یک همچین جای خوبی هم برای زندگی وجود داره، میاریش در بازار عطاران خودت. هر کدوم از شماها به عنوان کسانی که عاشقین بازار عطارا در زندگی به وجود میاری دیگه. مگه غیر از این داستان همینو داره میگه دیگه. پس وقتی اون آدمو وارد خانواده خودت، وارد زندگی خودت و وارد بازار عطارانی که در زندگیت ساختی، تو مغازه‌تو میای با بوی عطر درست میکنی، بهترین سعی میکنی شکل رو بهش بدی، خونت بهترین وسایل رو میچینی، در ارتباطاتت سعی میکنی بهترین آدما رو به دست بیاری و در کنارش خودت قرار بدی، میری با بزرگان میپری، همه اینا رو میخوای اونم بیاری که یاد بگیره، میخوای اونم بیاری که عشق بهش بدی، عشق ورزی بهش بدی. اما اون چیکار میکنه؟ چون با سرگین سگ از بچگی بزرگ شده، در نهایت بوی عشق تو رو نمیفهمه. بوی عشق تو عزیزم به عنوان یه عاشق حال اونو خرابتر میکنه، جلو چشت میشینه و فقط اذیت میشه. یاد بگیرین اینو. اگه عاشقی، اینجا مولانا به درس میده، میگه اون آدمو رهاش کن بره تو همون سرگین سگی که بوده، اونو نیار عشق بذار جلوش. چون وقتی گلاب، وقتی که عشق، وقتی که حس خوب میذاری جلوی دماغش، داری حالشو بدتر میکنی. این اشتباهیه که خیلی از ماها انجام میدیم. مشکل از اون نیست، مشکل از شمای عاشقه. مولانا درسش امروز بهت داد. مشکل از توی عاشقه.
عشق تو که بوی زیبا داره، عشق تو که بوی کاگل تر میده، اصلا بوی کاگل تره که میبینی در تمام شعرهای شعرا ازش نام میبره، بوی اناره، نمیدونم بوی گل، بوی عوده، اینا همه در شعر شعرا که عاشقن اومده، اینا حال اون آدم دباغو بدتر میکنه. نده بهش، شعر براش نخون، شعر عاشقانه براش نخون، اون حالش بدتر میشه. خوب فکر کن، اینایی که من دارم بهتون میگم دقیقاً تمام اطرافیانتون رو الان لیست کنین جلوی ذهنتون. اگه دباغه، هر چقدر تو از پیشرفت جلوش حرف بزنی حال اون بدتر میشه، داری حالش رو روز به روز بدتر میکنی. اینا درسای زندگیه که دارم بهتون میدم، جلوی چشتون اتفاق افتاده. من کارم تدریسه، اما تو کارت تدریس نیست، تو کارت زندگی کردنه. فرق من با شماها اینه، کلی شاگرد میاد در کلاسای من میشینه که دباغه، برای من فرقی نمیکنه، پرتش میکنم بیرون. اما همین دباغه، اگه بری زن بگیری، اگه بری شوهر کنی، اگه دوستت باشه، تو بازنده بزرگ زندگیت میشی. حواستو جمع کن، چون تو مدرس نیستی، تو قرار زندگی کنی. فهمیدین؟ من کارم اینه عزیزان، اما شما کارتون این نیست. اگه عاشقی حواستو به دباغای زندگیت بده. میدونین چی میخوام بهتون بگم؟ درس بسیار مهمیه. همتون دیدین درسای اینجا چقدر جدی و مهمن. اگه یادش نگیرین بدجوری آسیب میخورین. میگه چون جل گشته است از سرگین کشی، از گلا باید جل را بیهوشی. یعنی میگه از اون، با اون حالش خوبه، هم از آن سرگین سگ داروی اوست، که بدان او را همی معتاد و خوست. آدم معتاد و دراگی میاری میشینی تو زندگی، تو خونه زندگیت میاری، این آدم دراگیه. تو هرچی از عشق و ثروتت و پیشرفتت و حال خوبت و هرچی بگی، اون حالش داره بدتر میشه. الخبیثات الخبیثین را بخوان، رو و پشت این سخن را بازدان. این یکی از سخنهایی که نکته های زیادی داره، میگه برو و نکته هاشو یاد بگیر. میگه اینجاش خیلی قشنگه، ناصحان او را به عنبر یا گلاب، می دوا سازند بهر فتح باب. مر خبیثان را نسازد طیبات. میگه اینا برای ناصحا و اینا درسته، تو داری اینا رو میگی، برای خبیثان اینا کار نمیکنه. در خور و لایق نباشد ای ثبات. یعنی تو دنیا باشه، بخوای دوست پسرتو درست کنی، بخوای بهش یاد بدی آقا انقدر با بوی سرگین سگ زندگی نکن، بیا حال خوب من بهت بدم، بیا من تو زندگی بهت برسم، میاد زندگی تو میبینی آقا میریزه همه چیو به گن میکشه، دوست دخترت اون یکی، رفیقت اون یکی، شریکت اون یکی. فکر کن قشنگ، دوستت اومده تو خونت، تو اتاقته، میری برمیگردی میبینی تمام اتاقتو به هم ریخته. چرا؟ چون شلخته است. این همون دباغ است. در صورتی که اگه آدم به فکر و درست و با سلیقه‌ای باشه، تمام ظواهر امرش اینو نشون میده. چون ز عطر وحی کر گشتند و گم. ببین چرا قشنگ میگه، میگه چون که ز عطر وحی گمن اینا. اگه باده اینجا میاد در جمع عاشقا قرارش میدی و شروع میکنه به شعر گفتن، وقتی گلارا رو میاری در جمع عاشقا و بازار عطارای خودت وارد میکنی، شروع میکنه به شعر گفتن، پس ببین تو بازار عطاراتو داری، اما هر کسی که واردش میشه چه عکس العمل و چه رفتاری نشون میده، این مهمه. عزیزان نکته هایی که داریم درس میگیریم در این کلاس ها، هر کدومش از امروزی که دارم درس میدم به دقت بهش توجه کن، هر کدومش میتونه زندگی تو از این رو به اون رو کنه.
میگه هست قوت ما دروغ و لاف و لاغ. قبلش داره میگه، حالا من قبلش رو نخوندم. شورش معده است ما را زین بلاغ. میگه اون دروغ و کثافت و لجنکاری توی در توی ذهنشه. دیدین هفته پیش، درسته؟ دروغ و پشت دروغ گفتن رو دیدین هفته پیش. این در توی ذهنشه. این بیماره. دیدین وایسو براتون گذاشتم و بعد دونه به دونه دیدین تک تک جمله‌هاش پر از دروغ بود. اینا جمله‌هاییه که مولانا داره به ما یاد میده. هست قوت ما، میگه وجود ما، رزق ما، خوراک ما دروغ و لاف و لاغه. دروغ و لاف و لاغ. پس اگه میبینی یه نفر یه بار به دروغ گفت ممکن اشتباه گفته باشه، اما 2 بار دروغ گفت این آدم قوتش دروغ گفتنه. با زندگیاتون از این به بعد تحت هیچ شرایطی شوخی و بازی نکنین. من درس میدم اینجا 500 تا در آینده آدم دروغگو و لافزن و خلافکار و معتاد و تریاکی و بنگی و دراگی میاد میشینه. تو من باید بهش درس بدم بره، اما شماها زندگیاتون رو نابود میکنین. حواستون به این موضوع باشه. به هیچ عنوان قانون 4می که من در کلاسام گذاشتم و در تمریناتون گذاشتم برای زندگیاتون، تعارف با زندگیاتون نکنین. پرتش کن دباغه رو از زندگیت بیرون. پرتش کن بیرون. آدمی که با بوی سرگین سگ داره زندگی میکنه بذار بره تو همون جایی که داره ازش رزق میبره، بذار بره همونجا زندگی کنه. انقدر نیا بهش عشق بده. داری حالشو بدتر میکنی. یادش بگیریم. خیلی مراقب آدما باشین. روز به روز وضع شخصیتی کشورمون و مردممون بدتر و بدتر داره میشه در این زمینه‌ها. 850 سال پیش اینو داره درس میده. هنوز که هنوزه همون قومیم. هنوز که هنوزه همون آدماییم. شما درسشو بگیرین. شما یادش بگیرین. بیزینست داره پیشرفت میکنه، بذار اونی که دباغه بره تو زندگی خودش، نیارش تو بیزینس خودت. نذار بدون تو چه بیزینسی داری. نذار ببینه که تو داری پیشرفت میکنی. چون وقتی میبینه تو فکر میکنی داری بهش یاد میدی، میگی ببین من دارم پیشرفت میکنم، تو هم بیا پیشرفت کن. من اینجا $1000 از $5 گذاشتم، $1000 گرفتم، بیا برای تو هم یه $5 میذارم. اون دباغه، اون با سرگین سگ باید بزرگ شه. نباید من براش $5 بذارم خودم برم براش این کارو بکنم که بعد بیاد کلی دروغ پشت سرم بگه. فهمیدی؟ اون باید بره همون با سرگین سگش زندگی بکنه. وقتی من میام آقا تلاش داری میکنی بذار بهت عشق بدم، $5 من برات میذارم، یه دفعه دیدی 20 میلیون بردی، $20 میلیون بردی، نوش جونت. من این کارو برات میکنم. اون نمیفهمه، اون بوی گلابو نمیفهمه، اون عشقو نمیفهمه. عزیزان در زندگیاتون مغازه داری، سوپرمارکت داری، بیزینس داری، مدیر عاملی، مدیر بانکی، هر چی که هستی، مراقب دباغا باشید. اینا رو نبرید در بیزینساتون، نیارید در زندگیاتون. به این آدما عشق زیادی ندین، حالشون رو دارین بدتر میکنین. درسشو گرفتیم؟ بسیار بسیار درس مهمی بود امشب. و درسای روز دوشنبهمون چون دوره مستی راه بود، من دوره مستی راه رو فعلا استنبایش کردم، چون هنوز کلی درس باید یاد بگیریم تا تازه بریم هنوز برسیم به ادامه مستی راه. خیلی خوب، درس امروزمون تموم شد و درسامون از این به بعد این شکلیه. برو روی این درس کار کن. با زندگی تعارف نکن. دیدین چه اتفاقاتی در زندگی ها داره میفته و مراقبت کنید. اگر عاشقی مراقب باش. اگر عاشق نیستی مهم نیست، هر طور دوست داری زندگی کن، ولی اگر عاشقی مراقب خودت باش. با این آدمای این دور زمونه که همه در توی به توی ذهنشون. خوب فکر کن، الان نگاه کن، یه ذره فکر کن، اطرافیانتو نگاه کن، چقدر ذهنشون میبینی وای چه لایه لایه است. بابا تو چقدر حوصله فکر
تو اصلا چطوری به ذهنت میرسه اینا؟ تو چه ذهن پیچیده‌ای داری؟ بعد چطوری اینقدر پیچیده زندگی میکنی؟ دوست داری اصلا؟ چرا اینقدر زندگی رو سخت میکنی؟ تو چقدر لایه لایه است ذهنت. اینو مولانا داره میگه توی بر توی ذهنش و وجودش این شکلیه. نکته: اگه من از ذهن‌های بیمار توی در توی میان در کلاسم و من باشون حرف میزنم، من کارم اینه. دارم دوباره بهت میگم تو کارت این نیست. من اگه آدمای مختلف میان و میرن، من کارم درس دادنه. شما کارتون درس دادن نیست، شما کارتون زندگی کردنه. این درس‌ها رو بردار برو زندگی کن. فهمیدی؟ امیدوارم درستون رو یاد گرفته باشین. اگر کسی سوال یا نکته‌ای داره میتونه بپرسه. در غیر این صورت فکر کنم 5 دقیقه دیگه کلاس تمومه. هر کسی سوال یا نکته‌ای داره میتونه دستشو بیاره بالا. درسمون از این بعد این شکلیه و 1 روز در هفته روزهای دوشنبه. خیلی خوب. حدیث بگو بعد روزی.